همچنان در پی تهاجم گسترده طالبان، نیروهای دولتی ساعت 2 صبح روز یکشنبه از مرکز این ولسوالی عقب نشینی کردن و گفته میشه که ولسوالی کوهستانات سقوط کرده. بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم با گل محمد رسولی، نماینده فاریاب در مجلس سنا. سلام شما، خوش آمده. آقای رسولی، میخوام که از سقوط کوهستان شروع کنین، ولسوالی کوهستانات در فاریاب، که چگونه این اتفاق افتاد، چگونه سقوط کرده و همچنان در حال حاضر چه تدابیری وجود داره برای پسگیریش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران تکنیکتان و بینندگان تلویزیون تولونیوس. چند وقت میشه که ولسوالی کوهستانات که زیر تهدید شدید مخالفین قرار داشت، اما متاسفانه با صداهای بسیار سرصداهای بلند حکومت محلی نتوانست که بر از مردم کمک برسانه به خیرهای مردم یا پلیس ملی که در اونجا حضور داشت یا پلیس محلی که در اونجا حضور داشت. تقریبا یک هفته پیش طالبان تجمع کرده بودن، از چند نگاه بالای ولسوالی، مرکز ولسوالی کوهستانات حمله کرده و متاسفانه اونا بسیار با سر و صدای بلند از حکومت محلی کمک خواست، اما متاسفانه نرسید. تصادفاً پیر روز باز یک دو تا هلیکوپتر رفتن، یک 30 دانه افسرای اردو را اونجا پایین کردن، کماندوها را. باز هم به درد ملت مردم کوهستانات دوا نشد. باز دیشب متاسفانه ساعتهای 1 بجه شب بود، مرکز ولسوالی کوهستانات و قماندانی امنیه به دست طالبان افتید، سقوط کرد و قماندانی امنیه را طالبان آتش زدن و خیشهای مردم فعلا فراری هستند. نمیفهمند در کدام مناطق اونا فنا بردن و یک قریه که اونجا مانده به نام قلعه خیرآباد میگه، در یک بلندی است، اونجا یک خیرشای مردم به نام محیب الله قماندان اونجا است. اونمو قریه فقط یک قریه کوچک در دست حکومت محلی در امو اسنا مانده، دیگه مناطق کلا در دست طالبان سقوط کرده. تا حال در رابطه با کوهستانات هیچ اقدامی برای پسگیریش صورت نگرفته یا نیروی کمکی اضافی فرستاده شده باشه برای پسگیری؟ البته ولسوالی کوهستانات بسیار از نگاه استراتژیک یک منطقه بسیار مهم بر طالبان است که اینا میتونه از ولسوالی کوهستانات فاریاب به ولایت بادغیس، به ولسوالی جوان و همچنان به ولایت غور اینا زیادتر هم نیروی خود اضافه بکنن و او ولایت های دیگر هم زیر تهدید بگیرن و از این لحاظ از ولسوالی کوهستانات میتونه در ولسوالی المار و قیصار اینا زیادتر حاکم باشه و تقریبا 6 ماه یا 8 ماه پیش که تگاب قرعی میگیم که بیشتر از 80 قریه بود که اونا فعلا به نام ولسوالی خیبر نامگذاری کردن طالبان، که این هم ارتباط میگیره به ولسوالای کوهستان که در اونجا باز اینا می حکومت خود برملا میکنن و اینا همون تو یک رای بسیار مواصلاتی را باز میکنن، میتونه از رای بادغیس خود به هرات پیوست بده. اینا میخوان سایه جغرافیش و سایه مواصلاتیشان باز بکنن و ولسوالی کوهستانات بسیار در فاریاب مهم است، از اون طریق میتونه در ولسوالی بلچرا و ولسوالی گلزار بسیار گستردهش اتفاق میفته. ما میخوایم که از منابع حمایتی این حمله گسترده بدانیم، چون فرمانده پلیس اشاره کرده بوده که از ولایت مثل بادغیس، غور و سرپل هستند که بیشتر حمایت میشن، خصوصا در بخش تجهیزات. بازم ما فکر میکنم که اینا کلایش ضعف مدیریت امو ارگانهای امنیتی است. اینا البته بینشان که یک هماهنگی درست وجود نداره که بنابراین اینا ضعف مدیریتی است که نمیتونه ولسوالی خود نگاه بکنه که تقریبا 6 ماه پیش 8 ماه پیش همین ولسوالی کوهستان راه مواصلاتیش برای مردم بسته بود و حتی 1 کیلو شکر در ولسوالی به 200 افغانی قیمت رسیده بود و اونا مردمش صدا فریاد میزدن که اونا احتمال داره از گرسنگی تلفات شوند، اما گوش شنوای حکومت ملی و حکومت مرکزی که تا امروز نتوانستن با مردم ولسوالی کوهستانات یک کمک همکاری بکنن تا بر از اونا که نیروی کمکی برشان روان میکنن تا طالبان اونا عقب بزنن و ولسوالی صحبت کنین از مناطقی که از ولایتی مثل بادغیس و غور راه داره به فاریاب. این مناطق وضعیتش چگونه است که بیشتر حمایت تجهیزاتی گروه طالبان از همین طرق صورت میگیره؟ البته که همین نافیشترم بر شما اشاره کردم که ولسوالی کوهستان و ولایت فاریاب یک منطقه استراتژیک و
و کوههای بسیار بالا بلندی داره و در تربند ترکستان وصل است. از این طریق اینا میتونن راه مواصلاتیشان با ولسوالی جوان، از ولسوالی جوان با ولایت بادغیس، از بادغیس با تا هلمند و این مناطق همین راههایی که نام بردین در مسیرش هیچ پاسگاه امنیتی وجود ندارد که خواسته باشه تدابیری گرفته باشه تا اینکه این حمایت ها نرسه؟ این منطقه کوهستان که از فاریاب از مرکز میمنه تقریبا 60-70 کیلومتر فاصله داره. حالا بیاین شما که نه پیش در خبرها شنیدیم که شورای میمنه مزار شریف که اینا تقریبا 3 روز میشه به دست مخالفین است، به دست طالباست که بیشتر از 40 کیلومتر 50 کیلومتر سرک شورا که سرک شورا مستقیم وسایل نقلیه از اونجا عبور میکنه و کلگی قریه هایی که لب سرک ها وجود داره و به دست طالباست و حکومت محلی نمیتونه که این قریه هایی که نزدیک است بیشتر از سرک شورا 1 کیلومتر 2 کیلومتر فاصله نداره. 3 ولسوالی ما زیر تهدید بسیار بلند است و فعلا سرک شورا مسدود است. فعلا سرک شورا در دست طالباست که شما از میمنه براین 15 کیلومتر نیست خوجه سبزپوش است. خوجه سبزپوش که والی فاریاب 2 شب میشه در خوجه سبزپوش، از خوجه سبزپوش به شیرین تگاه آمدن نمیتونه. سرک در دست طالباست. شما تایید میکنید که در حال حاضر 8 ولسوالی بغیر از مراکزش کاملا دست طالبان است؟ بله دقیق است. مثلا ولسوالی کوهستان ما میگیم که دیروز سقوط کرد، امشب سقوط کرد. ولسوالی گرزوان همطور است، ولسوالی بلچراغ، ولسوالی قیصر، ولسوالی غورماش که خودش از اول زیر تهدید است. یک فقط مرکز ولسوالی مانده. مرکز ولسوالی هم قرارگاه کندک قلورده جور کردن، لیوا جور کردن و همچنان که تقریبا در 2-3 روز که 2-3 روز میشه که ولسوالی جمعه خوج سبزپوش، شیرین تگاه و دولت آباد اصلا که اینا کل اکثر قریجاتش پیش طالباست و اینا بالای مرکز ولسوالی حمله کرده بودن، بالای بازار حمله کرده بودن، بالای قماندانی حمله کرده بودن که خوشبختانه نیروهای امنیتی ما دفاع کردن و نتونستن که ولسوالی دولت آباد سقوط بخوره و یک قماندان امنی جوزجان هم به کمک از اینا شتافتن و اونجا رفتن که تا ولسوالی دولت آباد سقوط بده. ولسوالی دولت آباد که فکر کن ولسوالی دولت آباد اگر طالبان سقوط بده شهر میمنه محاصره میشه و مردم فاریاب در اینجا راه رفتن دیگه راه نداره. فقط اینمی سرک شهراست که از این راه رفت آمد میکنن طرف شبرغان، طرف مزار شریف و طرف کابل. مجموعاً چند روستا میشه در حال حاضر دست طالبان است و وضعیت مردم در این مناطق چگونه است؟ شما در جریان هستین از وضعیت مردم با توجه به اینکه با پیشروی هایی که متاسفانه طالبان داشتن تقریبا گفتم میشه تا حال 1800 و یا شاید بیشتر از خانه هایشان بیجا شدند. بله دقیق است. تقریبا در 2-3 روز بیشتر از 50-40 قریه در دست طالبان سقوط کرده و اونا زیادتر تجمع کردن که ولسوالی را باید سقوط بده، اما خوشبختانه مرکز ولسوالی را سقوط داده نتونسته و اونا بسیار با روحی بلند و بسیار با تاکتیکای بلند جنگای چریکی از هر نقطه سرک شورا بیان سرک شورا را تهدید میکنن، حتی ناحیه‌های شهر میمنه را تهدید میکنن. داخل مثلا 20 کیلومتر شهر میمنه است، اطراف کمربند میمنه در دست از کمربند برآمد در دست طالباست. پس مردم رویش آنقدر ضعیف است که آنقدر مردم فرایشان است که خدا میگه که شاید هم امروز فردا فاریاب میمنه سقوط بکنه مثل قندوزاری دست بده شوه. این ما به صفت نماینده مردم آمده تا همین لحظه که پیش ما می اومدیم شاید ده ها تلفن آمده باشه که بسیار با کلمات زشت به ما گفته باشه، یعنی شما نماینده مردم خیلی چی میکنین؟ بنابراین ما اینمی که یک قوه اجرایی نیستیم که خود ما عملا دست به کار شیم. شما شاهدش هستین ما از داخل مجلس سنا، از داخل نمایندای مجلس نمایندگان و در تلویزیون بار گفتیم که وضعیت امنیتی فاریاب خراب است. وضعیت امنیتی فاریاب از قندوز، از بغلان، از درگیری در حال حاضر در کدام مناطق است و از تلفاتی که رخ داده بیشتر صحبت بکنید؟ بیشترین تلفات فعلا در ولایت در ولسوالی خوج سبزپوش است، شیرین تگاه است و دولت آباد است. گفتم میشه که دشمن تلفات سنگینی دیده در این مناطق. البته که سخنگویای قماندان قلورده یا قماندان لیوا اینا هستند که اینا را هیچ وقت قناعت مردم حاصل نمیکنه و اینا هر کمی که
همین که هر چیز از درشون آمد گفتم میره وقتی که طالب قدر طلبات میره ما فکر نمیکنیم قدر طالب وجود داشته باشه و هر دفعه اینا در اعلانشون اما خب در صورتی که نیروی بیشتر نباشه مطمئنا و از راههای دیگه کمک بیشتر رسانده بشه این اتفاق میفته، یعنی میتونه واقعیت داشته باشه که در کنار اینکه تلفات میبینن اما دوباره به نیرویشون افزوده بشه. بس که احتمال داره اونا که همیشه به خاطر در یک جا که حمله میکنن تجمع میکنن اونا به نام اشار یک چیز دارن که میخوان که در یک جا حمله بکنن باز از مناطق دیگه اشار میکنن. خب هر حالش حالا سخنگوی پلیس فاریاب اشاره کرده بعد از اینکه همین کوهستانات سقوط کرده در حال حاضر قرار است که نیروی کمکی بیشتر هم زمینی و هم هوایی فرستاده بشه که به زودی گفتن میرسند. شما آخرین خبرها رو دارین که نیروهای تازه نفس رسیدن یا نه؟ فعلا که قماندان امنیه یا قماندان لوا والی فعلا کلشون درگیر هستن در سه ولسوالی کوهستان پاک فراموش از اونها شده، چون که ولسوالی ها سرک شارا را احاطه میکنن و همیشه رفت آمد مردم دمی راسته و تا نیز اینا یک هماهنگی خوب نداره. کمیسه ولسوالی دیگه شما خبر ندارین که نیروهای تازه نفس رسیدن یا نه؟ نیروهای تازه نفس اصلا از مرکز رسیده، فقط 30 داره کماندو رسیده اورم در ولسوالی کوهستان تا کرده و هم فعلا در حالت معاصر است. خیشای مردم در حالت معاصر است. اونا یک روز میشه تماس تلفنی دارن اما متاسفانه کمک نه از مرکز نه از حکومت محلی بر اونها صورت میگیره. تشکر. گل محمد رسولی نماینده فاریاب در مجلس سنا.